خب بهار جون نظر شما راجع به فیزیک اتمی چیه؟ بفهمون فیزیک اتمی اونا چی بیمارستان ساکت مهمه درسته مریضن و میفتن و حالا در مورد اینا تو چی؟ شما چی؟ تو نظر چیه محمد؟ در مورد فیزیک تو چی میدونی؟ الان تو نظرت راجع به بیولوژی چیه؟ چی یعنی یه کاری که آدم انجام بده سخته تو خانه داشته یعنی موضوع بابا به نظر چرا محمد چرت و پرت داره صحبت میکنی؟ بابا نظرت راجع به ازدواج چیه؟ ازدواج کسی هستن که مثلا میرن کسی رو پیدا میکنن خوبه ازشون خوششون میاد اول یه ذره باشون زندگی میکنن ایشون ازشون خوششون اومد نه باش سالگرد میکنن ازدواج میکنن برای چی میشه؟ بعد میرن یه خونه میگیرن بساله میخرم میزن پیش میشن به خوبی زندگی میکنن. مثلا یه مرد چند تا زن باید بگیره؟ یه مرد باید یه دونه زن بگیره. یه زن باید چند تا شوهر بگیره؟ یه زن باید یه دونه شوهر بگیره. اگه دوتا بگیرن که بهتره؟ آخه دوتا بگیرن چطوری باشون زندگی کنن؟ دوتا بگیرن خانوم بگیرن و یه خدمتکار. آها پس تو مخالف تجدید فراشی؟ بله. خب این دیوونه چی میگه اینجا؟ محمد نظر تو راجع به ازدواج چیه؟ نظر راجع به ازدواج چیه محمد؟ خاله سعیده چی میخوای بگی الان؟ محمد من درست میتونستم و درست حرف زدم.